اومدیم با یه ویدیو یلدایی خیلی باحال. میخوایم براتون چند تا بازی یلدایی بریم که بتونید توی شب یلدا با خانواده با دوستاتون بازی کنید. بریم که داشته باشیم. خیلی باحال. حتما تا آخرش ببینید. دوره همیه که میتونید با خانواده، دوستان، آشنایان توی شب یلدا انجام بدید و کلی فان داشته باشید. با ما همراه باشید. خب بازی رو میشه توضیح بدی؟ خب بازی اینجوریه که قراره من یه جمله بگم، مهلا و پردیس هنسفری توی گوششون دارن، مهلا هم هنسفری تویش نشون بده به دوربین. بعد یه آهنگ دوبس دوبسی اینا توی گوششون پلی میشه با صدای بلند. من اول یه چیزی به پردیس جمله میگم، پردیس باید لبخونی کنه جمله و حالا افتضاح همون چیزی که از جمله من فهمید و باید بگه به مهلا. حالا باید مهلا توی این مرحله لبخونی میکنه. ببینیم اون جمله‌ای که من گفتم اون جمله‌ای که تهش در میاد چقدر با هم خوب لبخونی کنید لطفا. اسم بازیتون چیه؟ اسم بازیتون چیه استاد؟ لبخونی. نمیدونم اسمش چیه. بذارم؟ بله بذارید. دو صبر کن. خب 1 2 3 ببین با هم تو گوش من و پردیس آهنگ پلی میشه. مریم اول به پردیس میگه، به پردیس به من میگه. یعنی من و پردیس نمیشنویم، آهنگ تو گوشمونه. بذارم؟ اینا رو تو توضیح داده بودی؟ کمترش کنه؟ چی؟ کمترش نمیشنوم. کمترش کن. زنگو میزنه. زنگ در رو میزنه. بچه‌ها این هم وسایل ویدیوهای بازی‌های بعدی که می‌خوایم بریم. الان هندونه همین چی میگم؟ میدونم ولش کن. الان حرف بزن. سلام. نمیشنم. خب شروع کنم. نان بربری. نان چی میگی؟ داد بربری. بهمن گنده. روزیه گنده گنده. تو پرتقال. نگاه نکن. پرتقال. از اول بگو. نان بربری. نان تانک بربری. فروردین گنده پرتقال مرداد. بگو الان. خب الان که نوبت پردیس میشه، مریم به پردیس گفت حالا پردیس از تو گوشش آهنگ رو قطع خب کنه. تو چیزی که من بهت گفتم یه چیز دیگه گفتی، من نباید تصحیحش کنم، کلا این چیز دیگه قراره بشه. آره دیگه چیزی. آره دیگه. خب بعد تهش میگی، آخرش میگی که چی بود. تانک فروردین تاس فروردین گنده مرداد گنده پرتقال. تاس فروردین گنده پرتقال چه ربطی به هم داشت؟ قطع کن. بگو. چی بگم؟ تاس فروردین گنده پرتقال اصلا هیچ ربطی به هم نداشت. حالا تو هم همینو شنیده بودی؟ نه. پردیس چی گفت؟ تانک فروردین گنده مرداد. نان بربری گنده پرتقال. من تایشو درست گفتم. با اینکه تو اشتباه گفتم. میشنوی؟ گوشم کم شد. میشنوی؟ خیلی خوب. بابا صداشو کمتر کم شد. به گوش بده. ماماسیتا ماماسیتا ماما میا. ماماسیتا. کاچرا. آقا فهمی. خب کمش کن. خب میشنویم صدا رو. الان صدا شنیدم. ماما. نه تو رو دارم میشنوم. کمش کردی. بابا یه چیز دیگه بگم. چرا میذاری تو صورت من؟ سر کن. بابا اینو قطع کن. یه چیز دیگه میخوای بگی؟ آره یه چیز دیگه میخوام بگم. از اول؟ بچه. مامان. بذار اشتباه بگه. تصحیح نکن. بگو. نان بربری محمد. بچه منه. بچه مامان محمد. نان بربری بچه منه. شاش برام بگی. نان بربری شاش برام بگی. بچه منه. بچه
بلند. برام بگیر. برام بگیر. بچه محمد. بچه محمد. خب اوکی. اول تو بگو، تو آخرین نفر بودی. شاد برام بگیر بچه محمد. خب شارژ برام بگیر بچه محمد بود. نان بربری بچه منه بود. شارژ برام بگیر از کجا آوردی؟ شارژ برام بگیر. نان بربری چجوری شارژ برام بگیر شنیدی؟ نان بربری شارژ برام بگیر. نان شارژ ای شبیه همه. خب حالا نوبت شماست عزیزم. من چی بگم الان؟ تو فرق نمی‌کنه بچه من به من بگیر. به من. اونی که داره میگه بلند بگو که اونجا صدا. خب ببین منو بگم. همسایه سلیته. همسایه همیشگی سلیته. تقصیره تو کوچه. جوجه همیشگی تقصیر جوجه راه میره. داره میره همیشگی جوجه داره میره همسایه سلیته تو کوچه راه میره. همسایه همینطوری همسایه همه کاره بس دیگه. از اول یه بار دیگه بگو. همسایه سلیته همه کاره سلیته تقصیره تو کوچه توشه راه میره. راه میره. رامینه آره. همه جوره تقصیر رامینه سایه سلیته. همسایه سلیته همه چی بسه. بگو هممونو بگو. همه چی همه چی؟ تقصیره تقصیره یواش بگو. اونو قطع کن. وایسا. همه چی؟ وایسا. من چه جمله‌ای اصلا به تو گفتم یادم رفت همه چی گفتی همه کاره نمیدونم. صدای اینو قطع کن. صدای اینو کرده. همه چی یواش همه بگو. چی؟ یواش بگو. تقصیره صدات اونجا بره. تقصیره تشت. رامینه بو چی میاد همه چی تشته. رامینه کاپ کیک. همه چی تشت کاپ کیک. همه چی تشت کاپ کیک. همه چی تقصیر رامینه همسایه سلیته تو کوچه راه میره. خب بریم سراغ بازی بعدی. این بازی تموم شد. خدافظ. سلام، اومدیم با بازی بعدی. این بازی خیلی باحاله، بازی خوردنیه. بازی اینم- اسمارتیز آره اسمش هست بازی اسمارتیز. خوشمزه‌ای هم هست. آره کسایی که عاشق خوردنی و اسمارت و چیزای جینگولی و اینا. باحال خیلی فانه یه دونه موادی که بهش نیاز داریم یه نی پلاستیکی کم هزینه است بازیش. نه آره بدون نی غیر پلاستیکی هم باشه میشه آره. نی ترجمه عدد آزاد نی باشه. اسمارتیز به تعداد مساوی الان ما هر کدوممون 10 تا اسمارتیز داریم توی بشقابمون. یه دونه پیاله یا 2 تا پیاله میتونه باشه یه بشقاب 2 تا ظرف دیگه باید با نی اینا رو برداریم اسمارتیزا رو بذاریم توی این بندازیم توی این پیاله هر کی زودتر همه اسمارتیزا رو ریخت توی پیالهش اون برنده است. خب جایزه چیه؟ جایزه جریمه اسمارتیزا رو بخوره. یه همه اسمارتیزا رو یه نفر بخوره. جایزه اینه که اسمارتیزا رو اسمارتیزا بخوره. مال اون میشه. بقیه دیگه نمیتونم بخورن نه اسمارتیزا دیگه. رو. مریم ناراحت شد. خواستم بخورم آقا نه. با چایی هم داریم. من اسمارتیزا رو منم بکنم اسمارتیزا. بابا اینو من تافی میشه. خب اینجوری فاصله کمیه که از همینجا بریم داریم میندازیم تو. خب شروع کنیم. بچه‌ها جایزه رو اینا رو مشخص نکردیم. جایزه؟ اسمارتیز. همه اسمارتیزا رو بخوره. اوکی. هر کی برنده همه اسمارتیزا واسه من اگه اونه. ببرم بهتون میدم. من نمیدم. من چون آقا خیلی چه دوست- خوشگله. خودمه. همه بدرنگا رو به من انداختی. اوکی 1 2 3. کنید صبر کن آهنگ بذارم 1 2 3 1 2 3. آقا اون داره تقلب میکنه. آقا باید رو زمین قبول نیست. آقا یعنی چی؟
استاپ. ای برو بابا نه تقلب نکن. من 2 تا رو ریخته بودم. نه من پس 2 تا رو. نه من برنده شدم. یا خیلی وقت برنده. چون تقلب که قبول نیست. من تو چی کار من داری؟ بابا از اول با من داشتم چیزی بازی میکردم. چی میگن چیز؟ عادلانه. نه عادلانه نه. من عادلانه بازی نمی‌کنه. درست کارانه. اصلا بد بود. آقا دیگه تقلب نکنیم پردی. تو تقلب می‌کنی. 1 2 3 وای نفس توفی شد. بعد ظرفاتونم نبرید نزدیک‌تر. این کجا باشه؟ این کجا باشه؟ این اینجا باشه این اینجا. بچه‌ها تقلب نکنید. کجا باشه؟ اینجا بالا سر. خب این فکر کنم اینجا میتونه باشه. اینجا این اینجا این اینجا. این ور اینقدر دور نه این وسط. دیگه این وسط پا پردیسا میبره نزدیک. وسط سب کار شروع نشده خانومم. 1 2 من اینجا میگیرم. 1 2 3 ای بابا تموم شد عزیزم بهش هول میده. تموم شد. من بردم. مهلا آقا، پردیس من اینجوری آخرشو داشت با نی هول میداد توش. نفساتون قوی نی. بچه‌ها باید واسه من تخفیف خواهیم کنید چون من آسم دارم. اسپارتا هم که من توفی کردی. چون من نه بیا چه رو بخور. زمین. اونا توفی جایزه. بیا جایزه رو اسپارتا که رو بخور. زمین ریخته توفی هست. عالیه بیا عزیزم هیچ جایزه. جایزه نمیخوام. بیا جایزه. بیا جایزه. اسپارتا نکنی. مال شما. پر موش. واسه خودت واسه خودم. خیلی بازی باحال و فانی یکم حتما نفس انجام گیره. بدید. پردیسا و خانواده. کسایی که مشکل تنفسی دارن آس دارن خونه این انجام کار رو انجام ندن. ندن. آسم داشت. اول تخفیف خواهش. آره من آسم خیلی خفیف البته دارم چون آلرژیه ولی خب اگه کسایی که مشکل مثلا کسایی که سنشون زیاده. خب بریم بازی بعدی. خب این بازی رو یکی دیگه توضیح بده. مریم. خب ما این 2 تا ژله زیبای هندونه‌ای داریم. هر کدوم مال من یه زیباتره. ژله داریم. خب بعد مال چهار من دیگه زیباتره. چهار که نمیخواد بگیریم دیگه همه نه دیگه هر کی زودتر به عنوان تابلو بدون ازش دست استفاده. بدون دست باید اینا رو بخوریم. هر کی زودتر بخوره برنده این بازیه. خب برنده جایزش چی میشه؟ جایزش اینه که همه ژلا رو میتونه بخوره. ژلا که تموم میشه. تمام میشه. دهنی هم میشه. دستاتون رو بگیرید پشته. چجوری خب قطعا من برنده میشم چون آقا هر کی باخت آرد میزنیم تو صورتش. یه ظرف آرد میزنیم. آرد رو میزنیم تو صورتش. تمام بازی کنیم. ژله رو بزنیم تو صورت. نه آرد رو میزنیم. آرد. اسمارتیز رو نه هر کی باخت من اسمارتیز رو با نمیکنم تو دهنش. هر کی باخت آرد میزنیم تو صورتش. تمام شد بازی. 1 2 3 یک شاید خودت ببازی. اشکال سب نداره. من یک موقعیت هم تنظیم کنم. دستان پشت 1 2 3 آقا یعنی چی مشکل گرفته خب تو که تاییده. چرا تو سری خوری؟ تموم کرد. من باز آخه من نمیخوام باید برم من کلاس دارم کلاس بیام بعد آرد بزنم. یه چیز دیگه باید برید امروز. بگی بود برای اونجا چی نخور. مریم شکلاتی شده من قرمز شدم
تا هم همه چی چی؟ آقا واسه پریش کوچیک‌تر. نه واسه کجا پردیس چون واسه پردیس چون لیز بود شل شده بود واسه همین راحت‌تر میمونه من چسبیده بود به ظرف. البته مهارت و توانایی های منم تاثیر نه داشت. عزیزم رفتی نداره. ژله‌شو گذاشت بعد ژله‌شو گذاشت تو آب جوش ژله خراب شد شل شد راحت قابل خوردن بود. شما داشت ژله نه بذار بهت سفت بگم نمی‌شد. شما داشتین از رو میخوردین من کشیدم بیاد اول تو دهنم. خب نمیتونستیم ما برای نمیتونستیم چی بکشیم نمی‌تونستیم؟ چسبیده. کجا چسب الان بکش با تو دهن. بکش ببینم میتونی بکشی. من کشش شبیه. زیرش موچا رو برخی. حالا زیرش هم جدا میخوری دیگه. خوشمزه است ولی. جا رو برخی. راست میگه. نه بازم ولی یه قاشق به من بده. یه قاشق. برو من بچه‌ها این بازی آخر بود. این بازی ها رو شب یلدا با خانواده با دوستا یه بازی صدا کنید خیلی حال میده. خب پاشو من همین دیگه خدافظ.